خواهش می‌کنم. شما یه نفر جلو شده اسم بچه رو بگید. 67 یه دوری باش که من بلندتر بشه قدش. بلند میشن نگران نباش. ما از کوتاهی قد رند میبریم. درستی کنیم شما ویتامین ها رو بهشون بدید. کلسیم و دی و اینا مهمه اونا. این برنامه غذایی رو به من میدین؟ آره دیگه مال خودتون میدم. پس یعنی گفتی هر یه ماه و نیم یه بار من باید اینجا یه ماه. آره یه سال تا یه سالگیشون حداقل یه ماه و نیم یه بار. ببین دور سرش جلوسه. یعنی یه سم بیشتر آبینه. همه خودیه. فقط یه کمی توپلی ماما. شما خب به سری نه توپلی باشی. دختر خانم که توپلی نباید باشن. انا رفتی گرفتی؟ خب دیگه نمیخواد. اینا بهش بده این شیر خوبیه خب؟ این پودر شیر مخصوص کودکانه در حال. دکتر؟ برای نوبتی بیتون نامه چرا استفراغ کردی؟ اصلا خیلی هم سری رفت کجا؟ به چند روزه نرفته بوده کار مردم این کرده بوده کار داشته مجبوری تنصیلی کار بگیریش نمیگیری؟ شما خواب بودی چرا؟ آره قرار بود زود برید بیدار بودم شما نخوابیدین چرا خستم بودی؟ چه جا شدم نتونستم از با اجازتون من میبرم بریم بسالم ببخشید مواظب خودتون باش شیرشو خورد آفرین چیز شد برای اینم نوبت میزنم که دیگه دوتایشون رو آره دیگه خود دوتاشون رو بگیرید خداحافظ ببخشید بسالم دومت خدا کاری داشتی زنگ بزنید باش بابایی رفت بای بای چرا؟ بای 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 کو بای بای کو بابایی رفت بای 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 خداحافظ بسالم خدا بابایی رفت آبی درختم آب نخورده بوراشه ببین اینو انگوشه بیا انگور بخور باشه بیا بوراشه به به چه بورایی داره میخوای خاله الان میخوای نمیشه این الان انجیرمونم ببین چه انجیرایی داره خودشون که نگفتم ولی گفتم یه کاری مهم باتون دارم شاید خودشون هم حد زده باشن چه کاری باشون دارم یه با اون طرف هم صحبت کردم از نورم بهشون نشونش دادم قبول کرده که با من صحبت کنم نمیدونم یه ناهاری باید درست کنم که آقا نعمت میام نوبت دکتر بچه ها رو بگیرم یا حالا اون خانمم دیدم اگه مشکلی ندارد که بیاندشون اگه قبول کردم که جلوی بخوام فیلم باشم بهشون صحبتشون هم پخش بشه ولی اگه قبول نکردم نهایت که همطور صحبت کنم حالا خواستگاری هم گفتم که اونجا رفتم اونم در شروع که ببینم چه نتیجه میده حالا با اینم صحبت کنم اینم آشنا هست خوبه مناسبه واجبم هست اگه به موافقت رسیدن با هم دیگه که بهتر نشدن خودشون باید نتیجه گیری کنن به خدا تا ببینید چه میشه بله ما درخت رو آب بدیم بریم نهارمون آماده کنیم بیا آبی
الان میام یه دقیقه صبر کنید الان میام. سفتاره توش بریزم. جونم اما اومدش فکر کنم کم نهار بدم برای آقا رضا ببرم. چرا؟ آبی خانوم الان میام کارم تمومه. یه مرغی براتون بذارم و بیام. الان اجازه بدی؟ اومدم. آروین با کی دعوا میکنی؟ اومدم. آروین خانم اوه داداشم بیدار شد. چرا بیدار شدی؟ دیگه تازه خوابیدی؟ بخواب. دوتا ما هم بیدار شدن. میزنه ببینیم کیه زنگمونه میزنه. بله سلام. باشه در باز میکنم بفرمایید. بابایی اومد. بابایش یه بار دیگه زنگ بزن. آروین میخواد جواب بده. بابایی بفرم. سلام خسته نباشید. خوبی؟ بفرم. خسته نباشید. گرم بود هوا خسته شدی. بابایی سلام کردی؟ سلام کردی بابایی؟ آروین چه خبر؟ ببر دستم شوم باشه؟ دستم شوم باشه. بابایی بچه ها نیمدن؟ آقا از خانم بچه ها اینا خونه کاری داشتن تعجیلیه کارشون گفتن شام میان دیگه. نهارشون داده بود صاحب. بفرمایید. بابایی میدی نهار آماده کنی؟ آره؟ آرمی تو بابایی بفرم. آره من قبلا موز میخورد خوش بدم نکن. چند وقت هستش دیگه میبینی میخوری؟ آره اخماشتون هم کشیده. بیا من ازم بفرما بابایی. چکار کردین داد دکترشون؟ من واسه دکتری آوین آدرسی شما دادی و رفتم این نوبت زدم. یه دو سه تا دیگه هم رفتم از تو اینترنت زدم. ولی نوبتاشون مثلا فردا و اینا اوکی بود. دکترشون آره گفتم حالا یه دو سه جا برم اینا کدوم یکیش زودتر اینا کار نه اینا آقا رضا بچه‌شو برده خیلی راضی بودم. حالا ساعت 7 غروب اینا نوبت گرفتم و خیلی هم شلوغ بود. آره شلوغه. حالا خوب اشکال نداره تا هرچی هم دیر بشه بالاخره واجبه. خیلی گرمه. کاری درست کردین آوردینشون. خیلی گرمه. گرمه ولی چاره این. حالا من پس نهارتون رو اجازه آماده کنم. اگه دیر نمیاد بچه‌ها دیگه نهار بخورن. اگه میاد صبر می‌کنید. نه نهارشون میگم خونه کاری دارن. آره صاحب خونه گفته نرم که زودتر کاری ترتیب بدم. جا بیام کمکت. نه شما رو دست در نکن. ببخشید دخترت زحمتتون. باش اذیت نکردم. نه خوبم. آبی یه خورده سرفه میکنه آبریزش بینی داره. بابا توی سوال چی؟ آرمی نه شیطونی میکنه خدا شد کاری خاصی نمیکنه. خب پس من آقا رو آماده میکنم تا دست در نکن. سفره اینا رو بده من کمکت کنم پنگ. نه شما بریم بشینید کار نداره که تا کمکت کنم شما خسته شد. کجا سفره؟ سفره باید آدرس بدم. میخواین یه کوچیک بیار چیز یاد اشکال نداره. ببخشید. سفره شما رو دیدم بزرگ مینداز ما هم یاد گرفتیم. انشالله. حالا همیشه سفره ها پر برکت باشه و سلامتی باشه شادی باشه. من دیروز بهتون گفتم تماس گرفتم
قبلا هم بهتون گفته بودم که اینطوری نمیشه. چندین بار بهتون گفته بودم فاطیما برای زندگی شما فایده نداره. آخرش هم خودتون دیر به این نتیجه رسید ولی بازم میگم ماهی هر موقع از آب بگیرید تازه. ولی نگهداری از اینا هم سخته، اینطوری هم نمیشه. اینا تلف میشن اینطوری. گناه دارم. هیچ دیگه خودتون که میدونید که آخرش باید ازدواج کنید. هم خودتون جوانید، با سری کار برین نمیرسین نگهداری کنید از اینا. ولی ازدواج هم توی این شرایط واقعا سخته. خب دیگه باید حواستون طرف تا ببینه مثلا شما یه خونه، یه ماشین، یه نمیدونم همین دست به چیزی میرسه سریع واسه یه تخریب اون آدم نقش رو میکشن. دیدی که خودت خب درسته. حالا من چه بعضیا کاراش برگم برای خانوادهش یا برای خود فاطمه انجام ولی آخرش تو شد. خب یه خوبی داشت که شما دیگه تجربه داشت شدی دیگه، هر جایی نباید زیر بار بریم. حالا من میدونم تو ویدیوها دیدم که رفتین خواستگاری قرار شده خبر کنم، ولی حالا این کیس هم که من مورد نظرم بود آشنا است به نظرم. حالا شناختی که من دارم مناسبه برای موقعیت شما ازدواج من خب حالا نه که تحمیلی نیست ولی خب اینکه ببینید هم دیگه رو بالاخره زمان نیاز هست. حالا ما جا رفتیم و منم شرایطمو بهشون گفتم. من گفتم ببین من اولویتم بچه‌ام بمونه. نگهداری از بچه‌ها واسه هر کاری برای من مهم‌تره. ما یا نباید بچه‌دار می‌شدیم یا حالا که شدیم باید گردن بگیریم که وظیفه‌مون هم به طور به نوع احسن انجام بدیم. خب بعد شما مسئوله سپاسم. حالا اونم گفتم با شما خبرت می‌کنم. نه حالا اشکال که نداره، چند تا مورد باید مد نظر داشته باشین. زمان بره این کار من حرفی ندارم. ببین کسی که بتونه واقعا واسه یه زن ها نه همینجوری سر راهی بمونه آقا اینجا میخوام یه سال بمونم پیش یه شوهر، یه سال دیگه اینجوری نه. برای اینکه واقعا من حرفی ندارم پانس بدم. کسی زیر نظر داره و خود شخص شما مطمئنی که میتونه از بچه من نگهداری کنه و میتونه پا به پای من پیش بیاد با مشکلات کنار بیاد. حالا اشکال نداره یه صحبتی هم با هم میکنیم یا به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. خب همین من منظورم این نیست که حتما حالا این کیس حتمی میتونه آینده بچه‌تون رو بسازه یا آینده خودتون. ولی خب خوبه حالا بالاخره میگم با چند تا مورد که در ارتباط باشیم ببینیم. اشکال نداره. البته نظر خودتونه حالا. نه حرفی ندارم چون شما داری میگی من به شما اعتماد دارم. من باش صحبت کردم قبول کرده که با هم دیگه صحبت کنیم ولی بازم خودتون باید به نتیجه برسید. تو اشکال نداره. چرا استفراغ کردی؟ گلوش هم صدا میکنه دانه شده که با یه نسخه خوب بشن. آنه من فکر کنم این خانم دوستمون اومدش. خیلی کنه بله سلام خوبی؟ بفرمایید تو. سلام سلام خود شما خوبه؟ خوبی؟ مرسی. شما خوبی؟ حالتون خوبه؟ سلام هستی شما خوبی؟ حالتون خوبه؟ سلام بشم مرسی. سلام کرد بفرم. حالتون خوبه؟ ممنون. مرسی باشم خوبه؟ مرسی. حالا هم دادم. مرسی. بفرم. بفرم شما. بفرم. بفرم. بفرم راه خدا نعمت. نه. با فکر کنید جایی نه؟ نه. باید بشناسم؟ اونی که خواهی رو بودم پیاده کنم آها خوبی؟ خوشی؟ ببخش من نشتم. مرسی من شناختم. من دوستمون رو شما رو معرفه حضورشون هستیم براشون توضیح دادم هم در مورد زندگی که مشکلات در جریان هستن. بهشون هم پیشنهاد دادم که شما موقعیتتون اینطوریه با قصد داریم که ازدواج کنیم.
قبول کردم که در رو بشین حالا تو هر صحبتی باشه من میشنم حالا بله من در جریان بعدش هم زندگیتون هستم. خانم سلیمانی تعریفتون رو خیلی کردم. سلامت جریان زندگیتون خیلی بودیم من گفتم من گفتم بیایم رو در ببینیم صحبتی داشته باشیم من میشنم بعدش هم حالا بین صحبت شما یه صحبت انجام میدم بعدش بالاخره به یه نتیجه میرسیم یا توکل خدا. من دیگه کاملا همه چیز در جریان بودم تو زندگیتون براشون توضیح دادم ولی خب حالا لازمه که خودتون معرفی کردن رو ما بوده برای یک با خودتون دست ما درنم یه امید خدا حالا مثل معلم وایسادی اونجا ما اینجا استرس گرفتیم یا برو خب من بشین نه میرم الان میرم یه اون باید سر دانش آموزا وایسادی الان نیست واسه ما سخت تقریبا شما حالا خانم سلیمانی نمیدونم شرایط منو بهتون گفتم یا نه. من فقط گفته من باید ازدواج کردم. نه من این رو نگفتم چیزی نگفت فقط گفتم که چیزایی که باید بدونید. بله ولی در مورد شما که من همه چیزی گفتم در موردشون چیزی رو من نگفتی فقط نه. گفتی که یه نفر هست نه دیگه من گفتم که حالا من معرفی میکنم چون شناخت کامل دارم از ایشونم ولی خب یه بقیه‌شون خودشون من یه ازدواج کردم یه پسر دارم. پسری چیه؟ درست پسر با خود زندگی بله با خودم. با خودم بودم اول و حتی الان که بزرگ شده کاری با اون نداره. حالا ممکنه ازدواجم کنم در حد یه سر زمان بیاد بهم سر بزنه و بیاد. یعنی با خود زندگی نمی‌کنه است آره با خودم نیست. الان با خودت یعنی ازدواج کنی با بعد خودت باشه آره. میاد همین در حد یه سر زمان یه سر بزنه و بیاد. نه که بیاد بخواد بمونه. حالا اگه قرار باشه ازدواج کنی شوهر قبلیتون تو زندگیتون دخالتی هم داره؟ اصلا نه چی؟ هیچ دخالتی نداره. کاری با اون ندارم. محیطمون یه جوریه که به هر حال توی روستا بودیم توی یه ده بودیم با شوهرم ولی تا روز که جدا شدیم کاری با هم دیگه نداشتیم. هیچ آزار و اذیتی هست؟ واقعا یه بچه داشتم شاید حالا حرف از ازدواج نمی‌زدم بعد از اینکه یه طلاقی اینا صورت گرفت ولی الان بچه‌ها واقعا دوقلوئه و نگهداری از دوقلو خیلی سخته. درسته. منم اگه قرار باشه زنم بگیرم حالا دیگه مطلقا باشه دیگه حالا چیزی زیاد اونش مهم نیست مهم اینه که وقتش رو واسه نگهداری از بچه‌ها جوری باشه که واقعا رو باشه واسه زندگی کردن نه که جلو نباشه که جلو من بخواد نازشون کنه بعد از اینکه من از خونه بیرون رفتم زیر مشت لجتی نظام آره یه جوری باشه من خانم من چند بار هی درخواست کردم دوباره برگرده با هم زندگی کنم ولی من ترسیدم هیچ هم میخواست از بچه‌ها از دست من بکشه دومیش هم میخواست یه زمینی یا خوبی یا چیزی من به اسمش بزنم من ترسیدم واسه زندگی کردن نمیخواست من زیر سر باشه یه هدف من اینه که 10 سال از خودمون گرفتیم جوری باشه چه یه زندگی باشه چه آره من شما رو درک می‌کنم از هر دستی مشکل من خود از خودم گفتم ببین من گفتم آره شرایطم اینجوری یاد داشت من صحبت انجام بده که من اگه من از آداب رسوم شما سردر نمیارم واقعا تو اصفهان تا تو مثلا منطقه مال اردون خیلی اختلاف خیلی فرق داره آره خیلی شاید مثلا اینجا همینجوری باشه کنار هم ولی فرق داره فرهنگشون من دوست دارم بدونم آداب رسوم شما چجوریه اینه که سلام کنه به نام خانم باید بکنم حالا نمیدونم تو رسم و رسومات شما چطوریه حالا یعنی که همه اولین همه اینا رو میدونن من نزدیک سالان سوالی نپرسیده بودم که یا آداب رسومشون چجوریه سلام کنه رو هم بهشون میگم خونه نباشه میگم می‌نویسن هر وقت خونه دار شد حالا یا زمین خب حالا شما که برای اولین بار که نمی‌خواید که تصمیم قطعی بگیرید
بالاخره یه زمانی میبره تا آدم بره بیاد آشنا بشه یا موقع اصلا به توافق چیزای دیگه رو نرسید. حالا تا اوناش اگه کسی بتونه به توافق برسه یه شرایطی رو بتونه با هم جفت و جور کنه که همون هم حل میشه. حالا یه خورده اون میاد رسم و رسوماتش رو تفکیک میده اسمشون داشتم از آداب رسومش هم یه چیزایی میدونستم ولی در کامل ببین منطقه به منطقهش فرق میکنه. من الان عروس خودم رو بیایم بریم رسم و رسومات کلا با شما فرق میکنه. درست میگم رسممون اینطوره ولی من نظرم اینه که اگه آدم بتونه تو چند ماه چند جلسه حالا یه روز درست که نباید آشنایی تموم بشه دو ختمه به خیر بشه فکر کنید بعد عاقبتش جدایی باشه خدای نکرده. یه موقع اصلا اومد اون رسم و رسومات خانم اومد کوتاه اومد خورده شد شما اومدید کوتاه اومدید. حالا میری دو چجوریه؟ من دیگه سکه می‌نویسم حالا خودش دیگه نظرشون فرق می‌کنه. من نظرم مثلا رو 14 سکه از یکی دیگه بیشتره یکی دیگه کمتره اینطوریه. باید با هم توافق کنن. من که آره من همینو میگم که اگه کسی بتونه با هم به توافق به نظر من راجع به اون چیزا دیگه زیاد صحبتی نباشه. آره اینا فرعیات حواشیه. چیزای مهمتر هست مثل اخلاق و رفتار که آدم اینا زمان نیاز داره. یه وقتی به هم میدیم فکرامونو بکنیم بعد یه نتیجه میگه خانم سلیمانی مثلا من نظرم مثبت یا کسی دیگه میگه من نظرم منفیه. حالا اگه باشه مثلا ما به توافق برسیم شما مثلا میتونید بیاید تو منطقه ما زندگی کنید. این شب هستن دیگه فرصت داشته باشم فکر کنم خیلی خوبه. نماره شرایط چطوریه. حالا قرار نیست که با یه دیدن میگم ببین تصمیم گیری بشه. آره من دارم صحبتون انجام میدم. میگم ببین من تو لردون دارم زندگی میشون اصفهانه. از لحاظ مثلا منطقه‌ای و آب و هوا اینا یا مثلا با شرایط من جور هست بتونه دو زندگی کنه یا نه. ولی به نظر من اینا رو اگه کسی بتونه شرایط اخلاقی و رفتار اینا رو بدونید با هم دیگه من فهمش هم نمیدونم ولی گفته بذار فکرامو بکنم. خب حالا بازم زمان ان شاءالله تو فرصت بعد اگه تصمیم گرفتید ادامه بدید که امید است خدا بازم آشناتر میشید. بازم فکرامو میکنم. حالا از لحاظ اخلاقی خانم مهربونن، اجتماعی خوش اخلاقن در حدی که من شناخت دارم ولی نه نمیشه رو شناخت من شما حساب کنید خودتون. حالا من زیاد برای این چیزام که بچه‌ام تا کوچیکم بازم بگیرم چون از این بزرگ بشن واسم سخت مشکل میشه. اینا یه جوری فکر میکنم. حالا دیگه ببینید معرف فقط وظیفش معرفی کردن دیگه ما بقیش دیگه حالا دیگه خودتون بالاخره ببینید هم تجربه داره هم شما تجربه شکست شما من از خانم سلیمانی بگیره یه سوال چیزی بود شاید منم یه حرفی باشه چه نخوام نه خواهش همین تلفنی با هم قرار نیست دیگه ما وسط باشیم که میگم ما فقط اگه راضی بودی بگیر من نمیگم چون میخوام خود شما درست من این چند فکرامو بکنم شرایطمو بسنجم بازم خبرشو میدم به نه ما یه معرف بودیم قرار نیست وسط باشیم دیگه دستتون ولی شما هر دو تا یکی تجربه کم دارید بالاخره آدمی که با تجربه باشه گذشته رو میشه فراموش کرد. اونا که باید اصلا فراموش بشه ولی تصمیم عاقلانه ها درست و به جا باید گرفته بشه نه عجولانه. انشالله که هرچی خیلی باشه. اینا رو به طور قانونی برآورده گرفتم و هدفم هم اینه که اینا رو یه جوری تربیت کنم که درسته مثل خودم باید شما نمیشناسید هم سلیمان میشناسید. خب دیگه مهم همین که تا بچه‌م هستن دیگه ملاک شما اول از همه همین آبی آقا نعمت آقا نعمت به نظر من دو تا تو برید فکراتون رو بکنید باشه من حرفی ندارم یه عاقلانه تصمیم بگیرید نه احساساتی اونش دیگه بالاخره اگه صلاحتون خداحافظ دوانو